aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? اگر خوش نداری برات یگان چیز دیگه بیارم. ملکه نه نمیخورم. بس از جگرخونی نکن. پدرت خوب میشه، باور دارم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. سونا خنک میخوره زهرا. هوا بسیار سرد است. یک چیز سرش بنداز لطفا. علی؟ تشکر، زنده باشین. ملکه به تو اتاق گرفتم، تو برو استراحت کن. ملکه خوب هستی؟ آزاد، من برات دروغ گفتم. چه قسم دروغ؟ کسی که زنگ زده بود دوستم نبود. پس کی بود؟ آیسل بود. برام گفت دخترت زنده است. علی؟ این خیرت است. در این هوای سرد کجا میری؟
پیش سونا میرم. بیا که بالا بریم. بیا دیگه بچیم بیا. لطفا مرا تنها باند. سونا منتظرم است. لطفا خانسب. بی هوا بسیار سرد است. باید یخ میکنه. بیا که داخل بریم حالا. لطفا. علی علی بیبی هوا بسیار سرد است. بیا داخل بریم. بیا. علی روزها مگذره. باور داشته باش کل چیز فراموش میکنی. حالا بریم. آزاد اگه آسیه راست گفته باشه و پدرم به او همه چیز گفته باشه، نه ملکه، تو نباید بالای او باور کنی. پدرت چرا برش هر چیز گفته باشه؟ نمیفهمم. اما شاید فردا برم نشانی دخترم بگویه. به نظرت خود گفت؟ او از این چیز خبر نداره. ما باید به پلیس خبر بده. هوش کنی کار نکنی. شاید این آخرین فرصت باشه که بتونم دخترم پیدا کنم. بسیار خوب. امی که پدرت به هوش آمد میپرسیم. شاید پدرم هیچ به هوش نیایه. ایره تو هم میفهمی. به نظرت چرا آسیه ای کار کنه آزاد؟ به خاطر که میخواید تو را بکشه. ما وقت از این گپ خبر داشتم. نخواستم برات بگویم، اما وقتی در شفاخانه پیش مادرت بودی او در تعقیب تو بود. میخواست تو را بکشه. زهرا دیده بود. پس چرا مرا نکشت؟ به خاطر چی منصرف شد؟ زهرا او را به مشکل قانع ساخته و هم منصرف شده. اونا وقت میرن دوران پیدایشان میکنه. آسیه فرار میکنه. دوران هم زهرا را گرفته خانه میاره. اما زهرا در این باره به من هیچ چیز نگفت. صبر کن. هنوز خلاص نشده. او چی است؟ قرطاسیه شاگردای تو قلم و کتابچه هایشان. زهرا به گرفتنشان خانه میره. متوجه میشه که کلکین باز است. او گفت ما کلکینا را باز نمانده بودم، تو خو امو روز در خانه نبودی. حتما کسی داخل شده. ما در این باره مطمئن هستم. حال فهمیدم که اون نشانی پدرم از کجا پیدا کرده. آسیا داخل خانه ما شده. او زن قاتل است. فعلا در تعقیب تو است.
دکتر صاحب، پدرم بخیر خوب میشه اما تو نیست. بله. خدا را شکر. دیدی برات گفته بودم مشکل وجود داره. مرمی بعضی تخریبات داخلی را به بار آورده. چطور؟ یعنی مثل سابق بودن هم میتونه. همی که مریض به هوش آمد براتان معلومات دقیق داده میتونیم خانم. راحت باش ملکه، زود منفی فکر نکن. بیبی بخیر کل چیز خوب میشه. ما چی کدام میتونیم دکتر صاحب؟ فعلا کاری کده نمیتونین. همی که به هوش آمد براتان خبر میتون ببینیم که چی میشه. تشکر. امید ما اول به خدا باز به شماست دکتر صاحب. ما ملکه را پیش پدرش می بردیم که دفعتاً صدای مرمی آمد. ما و آزاد بالا رفتیم. دیدیم که آقا سمی به زمین افتیده، زخمی شده. اول مادرش، بعدن پدرش. خدا برش صبر بده. خب معلوم دار است که کارا میشه مادر جان. خدا میفهمه که به حق کدام بیچاره ظلم کرده بود. این قسم نگوین مادر. کم بود آقا سمی بمیره. بسیار با سختی تا شفاخانه رساندیمش. ملکه هم حیران بود. بسیار جگرخون شده. نامزاد شاهزاد همراهش است. تو تشویش او را نکو خوب میشه. صبح رای آزاد گپ زدم. آقا سمی از عملیات برآمده. منتظر هستن که به هوش بیاید. اوه خدایا هزار بار شکرت. زهرا گپای ما رو گوش نکو، پیش علی برو. حالا دیگه درست است. بگه یک چیز بخور. ملکه تو باید گپه به پلیس بگویی. او زن خطرناک است، نباید آزاد باشه. فکر میکنم تو زندگی را بسیار زیاد ساده گرفتی اما تو نیست آزاد. یک وقت مجبور میشی کار را که نمیخوایی انجام بدی، حتی اگر اطرافیانت بعدم بگوین. گوش کن، ما به خاطر میگم که او زن بسیار مضر است. میفهم اگر او به تو ضرر نمیرسان باز برات نمیگفتم. تو طفل نداری. اگر میداشتی و پیش از این کوره با آغوش بگیری از دست میدادیش و اگر یک فرصت به خاطر پیدا کردنش میداشتی به خاطرش حتی جانت میدادی. او زن دروغ میگه. چرا درک نمیکنی ملکه؟ اگر قابل اعتماد می بود همیال من تو را پیش او می بردم. جدی میگی؟ مرا می بردی؟ البته، اما میفهم دروغ میگه. حق با توست. خانم ملکه پدرتون به هوش آمد. یعنی او را دیده میتونم؟ بله همراه ما بیایید. ما هم اینجا منتظر میباشیم. درست است. علی برات کتاب بخوانم؟ گوش میکنی؟ بیبی بسیار کتاب خوب و جالب است. ما با آقا آزاد میگم وقتی میامد براتم کتابای خوب بیاره. علی بچم استاد به دیدن تو اومده. علی اگه میخوایی بیشی هیچ گپ نزن، اما گپای استاد ابراهیم برات بسیار فایده میکنه. پدر جان ببینین من هستم، دخترتان ملکه.
فکر میکنم مرا نمیشناسه. زنده بودن پدرتان یک لطف خداوند است. بعد از این مجبور از زندگی را همین قسم ادامه بدم. یگان وقت شما را میشناسه اما یگان وقت شاید نشناسه. ضرورت های خود مرفوع ساخته نمیتونه. غذای خود خورده نمیتونه. شاید هیچ گپ زده نتونه. هر قدر زود خود به اوضاع عادت بتین بهتر میشه. میبخشی بچه میشه دروازه را باز کنی؟ البته. بفرمایید. میفهمم بچه، درکت میکنم. روزای بسیار سخته است. دردت بسیار زیاد است و تو میخوای همین قسم باشی. هیچ چیزی تو را خوش ساخته نمیتونه. نمیخوای گپ بزنی و نمیخوای گپ کسی را بشنوی. به خاطر رسیدن به او شاید از دیوار و درخت، حتی از یک پرنده کمک بخوایی، در حالی که تو هم خوب میفهمی انسان بالاخره پیشه پروردگار خود صاحب مرحمت است و میره. دنیا فانی است بچه. دنیا یک خواب است، مثل باد وزیده میره. مرگ دستور خداوند است. انسان با مردن به تقدیر خود و خواست خداوند تسلیم میشه و پیش خالق خود میره. میبخشین مزاحم شدم. بفرمایید. ملکه از اتاق پدرش برآمد. از اتاق برآمد. چرا تا هنوز نامده؟ آه ملکه، بازم به دیدنت میایم علی. خدا در خانه قفل نکو. همراه زهرا یگان وقت بیرون برین. درست است استاد. میرم میبرم. به امان خداوند باشین. ما باور ندارم سونا زنده است و نمرده. باورم نمیشه. بچه یگان وقت انکار کردن اولین صفحه عقیده می باشه. دیگه تشویش نکن. حتما خوب میشی. زهرا میشه یک چیز بیری گرسنه شدیم. البته که میارم. مهم است که تو بخوایی. تشکر. آها دجله، ما آشپزخانه میرم. تو
تو متوجه بیادرت می باشینی؟ بله می باشم. تشکر. چطور هستی بیادر؟ امروز صبح تو چی میگفتی دوران؟ چی میگفتم مادر؟ زیاد درباره استاد گپ میزدی. دوران کم فکرت از سرت بگی بچیم. او زن همراه آزاد عروسی میکنه. راست گفتن مادر، عروسی میکنن. اما زندگی پر از اتفاقات است. شاید یک روز از این کار منصرف شوم. فکر میکنم تو خواب میبینی. اونا یک دیگه خود دوست دارن. متوجه نیستی؟ آزاد بیادر و پدر خود رها کرده و به دنبال استاد رفت. اونا از یک دیگه خود جدا نمیشن. مادر، اگه جدا شدن چی؟ بازم به تو کدام فایده ای نمیرسه. ما و پدرت بارهای موضوع را برات گفتیم. او زن مناسب خانواده ما نیست. تو باید از محبت خود منصرف شوی دوران. گپ ما فهمیدی یا نه؟ علی؟ درست از باید گپ میزنیم. دجله بیادرت کجاست؟ بیادرم فاند اتاق خود بود. علی! علی! زهرا چی گپ است؟ علی کجاست؟ علی؟ کجاست؟ گفتم علی کجاست؟ کجاست؟ گفت گوش نستم برم یگان چیز بیار از خاطر ما آشپزخانه رفتم قسم میخورم. خدا میدونه کجا برد نگفتم که او رو تنها نمان. ما دیگه از این کارهای تو خسته شدیم. از روزی که دی خانه آمدی به ما درد سر شدی. خانم کاکا چی میکنه؟ به خاطر بی‌تفاوتی دختر علی فرار کرد. من تا آشپزخانه رفتم که یگان چیز برش بیارم. امروز زهرا علی را پیدا میکنه. بریم زهرا. من دیگه تحمل ندارم. من دیگه تحمل کردن نمیتونم دختریم. نمیتونم. بس از مادر تشویش نکنین. علی را پیدا میکنن. کجا رفته باشه تو میفهمی؟ فکر میکنم که میفهمم. بیاین که یک بار اونجا را ببینیم. برو سوار شو. چی گپ ازن؟ ناراحت هستی؟ چی بگویم قدیم؟ هر کاری که کنیم بچه‌ت از استاد منصرف نمیشه. دلبستگی داره. فکر و شش طرف او زن است. امی که امرای آزاد عروسی کرد باز با هر قیمت که شما مجبور است فراموشش کنه. خاطر جمع باشه. تنها درده می نیست. فردا جمال آزاد میشه. میگی چی کنیم؟ زن جان یکی از مشکلات کم شد. یعنی چطور؟
با خاطر از بین بردن جمال در داخل زندان یک نفر دیگر را پیدا کردیم که حتی پولم ازم نمیگیره. کسی خود تعقیبت نمیکنه نی؟ نه تنها هستم. بسیار خوب. حالا بگو دخترم کجاست؟ اول پول بگی. دخترم کجاست؟ او را کی فرزندی گرفته؟ در کجا زندگی میکنه؟ حالا دیگه آیسل برام بگو لطفاً خواهش میکنم. اینقدر سال منتظر بودیم، کمه دیگه هم صبر کن. نمیتونم، زیاد صبر کردم، دیگه صبر کردن نمیتونم آیسل. حالا بگو زود باش. زنده است درست مثل خودت است، هم مقبول هم جذاب. تو دیدی آیسل؟ دیدیم. خدایا 1000 بار شکرت. اونا چطور اومدن؟ از کجا فهمیدن؟ ما چیزی نگفتیم، ما به هیچ کسی چیزی نگفتیم. نباید به تو اعتماد میکردم. آیسل نرو، قسم میخورم ما پلیس خبر نکردیم. آیسل زود چه به تلاشش کنین. آیسل ما برشان چیزی نگفتیم. آیسل من سر وعده خود استاد هستم. آیسل آخرین فرصتت بود ملکه، از دست دادیش. آیسل لطفاً بگو خواهش میکنم. بگو آیسل، لطفاً آیسل بگو. ما به اینا چیزی نگفتیم. لطفاً بگو. مالکا تو با پلیس خبر دادی؟ میخواست تو را از بین ببره. این زن دروغ میگه. نه خیر، دروغ نمیگه. قرار بود نشانی دخترم برام بگویه. چطور کار انجام دادی؟ آسیا آرام باش ملکه، برات وعده میتونم تو 1000 بار بیشتر از من درد و رنج میبینی.
صبر کن. ده حسرت دختر خود از بین میری. نخیر. درست است بیادر، ما متوجهش میباشیم. آسیا مالک صبر کن، این آسیا رو نبره. آرام باش. الهیم کن. او یگانه شانسم بود که نشانی دخترم برام میگفت. او شانس تو از بین بردی. پیداش کردن نتونستن. خدا میفهمه کجا رفته باشد. هیچ فکرت در سرت نیست. متوجه علی میشم گفته از همه کار خودم ماندی. حتما پشت نان رفته مادر. او حق نداشت جای بره دجله. من برش گفته بودم که از پیش علی جای نره. چی شد از همه رو در روز؟ چرا سر و صدا میکنی؟ علی نیست مادر. چطور نیست؟ کجا رفته؟ نیست دیگه. زهرا او رو تنها مانده. علی هم از قصر بیرون شده، معلوم نیست که کجا رفته. هدیه با قدیم زنگ بزن که عاجل اینجا بیاید. مادر جان دوران از پشتش بیرون شد. حال پس میارش. دستم با او حالتش کجا خود رفت؟ زمرد بنا حق تشویش میکنه. به نظر تو چی کنم هدیه؟ اگه کدام بنای به سر خود بیاره؟ مادر دوباره پیش سونا نرفته باشه. مکبر خانهشان میرم. علی؟ علی؟ بچه کجا رفته بودی جانم؟ کم بود دیوانه شوم. روی تا چی شده؟ یک دانم خواسته کمی قدم بزنه. کدام گپی نیست. برای منی. میخواست تو رو از بین ببره. هدف او امی بود. به خاطر تو ای کار کردم. با خاطر من این کار کردی؟ اگه تو کامیان به فکر من می بودی یگانه راهی رسیدن به دخترم از بین نمی بردی آزاد. ملکه او نشانی دختر تا برات نمیگفت. تو چرا این گپا را تکرار میکنی آزاد؟ چرا آخرین امید قلب من رو میخوایی از بین ببری؟ من نمیخوایم امید تو را از بین ببرم، درست است؟ نو خبر شدی که دخترت زنده است. درست است پیدایش میکنه، اما از یک راه دیگه قسم نه. چی وقت؟ چند سال بعد؟ به نظرت چند سال دیگه بدون دیدن دخترم زندگی کردم میتونم؟ ما چطور میتونم بدونی که بفهمم او در کجاست، در چی حالت است، آرام زندگی کنم؟ درصدی که آسیا من از بین میبره، اما تو نیست؟ من هر لحظه و هر ثانیه را که بدون لمس کردن دخترم سپری میکنم مرده میرم آزاد، مرده میرم. و هم قسمه که درد کشیده میمورم. دختر تا پیدا میکنه، پیدایش میکنه. ملکه پیدایش میکنه. دوران علی رس کجا پیدا کرده؟ خانم کاکا از نزدیک سایل پیداش کردم. خواستم امرش گپ بزنم اما نه خیر. ماموره و سلمانی بردم. ما هر وقت که خفه می بودم سلمانی رفتم موهای خدا اسلامی کنم. به این خاطر موهایش کم کردیم. خانم کاکا معشوقه خدا از دست دادم. سرش فشار نیارین، درست است؟ بدتر از این خود شد. امکان داشت جسدش از آب بیرون بکشه. خدا نکنه دوران. به هر صورت ما سر کار میرم. خدا حافظ. خب درست است، تو برو بچه. بی از او آزاد به فکر کار نیست. حداقل تو متوجه کار باش. ما پیش علی میرم. زمان روز فعلا قلب او آتش گرفته و هرچی بگویی فایده نداره. یگانه چیزی که آتش قلبشه خاموش می سازه و مرهم میشه زمان است.
نیست. تا هنوز اینجا ناوردنش. در شفاخانه است. گوش کن ملکه، من نمیخواستم که قسم شود، اما میفهمیدم به تو ضرر میرسون. دختر تا پیدا میکنیم. هر قسمه که شود وعده است. بیبی آسیا، من تا اینجا پشت آمدم. لطفاً عذر میکنم برام بگو. به تو هیچ گپی به گفتن ندارم. بیبی آسیا، تو هم مادر هستی، میتونی منو درک کنی. لطفاً عذر میکنم بگو آسیا. گم شو از سر رایم، نمیخوایم برات بگویم. آسیا لطفاً بگو. ملکه، آره ازش تحقیق میکنم. نمیمونن کسی او را ببینه. بیا که من بریم. بریم. درست پیش ما خیالات داشتیم. قرار بود محسن از اینجا فرار کنیم. تو هم آزاد می شدی. دنقره یک زندگی جدید آغاز می کردیم. تو هم یک زندگی جدید آغاز می کردی. شاید دوباره به مکتب می رفتی. کاش تو زنده می بود، من میتونستم همیشه اینجا باشم. به تو غذا آوردم بچه. نمیخورم. نمیشه، باید بخوری. چرا قسم سل میکنی؟ پاتنوس هستم بگی. دلم نمیشه مادر. نمیخورم. علی، میخوای به شفاخانه بری بستری شوی یک دونه؟ زهرا کلش برش بخورن، درست است؟ خانم پرستار، بفرمایید. پدرم چطور هستن؟ مثل سابق، هیچ تغییری نامده. پدر، ما آمدیم. دخترت ملکه. صدای من میشنوین؟ نمیشنوین؟ نه؟ بیازو هیچ وقت نشنیدین؟ هیچ وقت صدای من نشنیدین که بچی اندازه قلبم فریاد میکشه و درد میکنه؟ چطور این کار در حقم انجام دادین؟ چطور انجام دادین؟ دخترم پیشی که حاله ها کردین پدر. علاقمته خوش آمدین ساران والسر. نام خدا، نام خدا. چی حال دارین خانم جانم؟ بریم دخترم، عجله کو، بریم زود باش. بیا دیگه بیا. میخوای هر چی زودتر از اینجا دور شوی؟ به خاطر کربار از اینجا او صدا رو میشنوی اما تو نیست؟ با گرفتن او طفل گناه بزرگی کردی. تو چی گپای ناق زده میری؟ با این گپایت مرا عصبانی میسازی. بریم دخترم، بریم. همه چیز از همینجا شروع شده و ده همینجا ختم میشه. ده همینجا. پدر، خالم مرجان چی میگه؟ ادفش نفهمیدم. او در مورد کدام طفل گپ میزنه؟
به خاطر گپای زن دیوانه سر پدر شک میکنی؟ ها؟ مرا قرن ساز. حرکت کو. توبه توبه. برو به کار خود برس. دیوانه. بریم دخترم. پدر که تمام عمر خود با گرفتن حق دیگران و تطبیق عدالت سپری کرد، چطور تانسته مقابل اولاد خود این گناه را انجام بده؟ شما و مادرم چطور طرف مسائل میکردین؟ من طرف شما سیل کردن همیتونم به خاطر که من از این کار شما میشرمم پدر جان. طیاره به هر اندازه‌ای که در هوا باشه و بلند پرواز کنه بالاخره به زمین برمیگرده. در قسمت تو همی اتاق زندان است. بعد از این همینجا پیر میشی و کسی هم به دیدنت نمیایه. گپت سنجیده به بیا که زورت ببینم. خدا چی فکر کردی ها؟ لعنتی برو در جایت بیشی. آی سل بیا که ملاقاتی داری. کی است؟ اگه استاد ملک است منم میایم. فکر کنم آزاد کرمانی است. گفتی آزاد کرمانلی؟ بفرما دوران. بله ملکه، فکر کردم جواب نمیتی. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوب نیستم، هیچ خوب نیستم. چرا؟ آسیا، کسی که نشانی دخترم میفهمید او را پیدا کردم. همه چیز برنامه ریزی کرده بودم، اما پلیس آمد دستگیرش کرد. همه به گپ نمیزنم. دوران، بسیار پریشان هستم، بسیار. خب تو مطمئن هستی که آسیا مطمئن هستم. قبل از شلیک بالای پدرم برش گفتم. راستش را در پای دخترتا پیدا کردیم. بسیار کم مانده، یعنی با زودی با دخترت میرسی. آماده هستم هر کار را به خاطر رسیدن به او انجام بدم. فعلا تنها هستی؟ آزاد کجاست؟ تنها هستم. کوشش میکنم یک راه حل پیدا کنم. اگه تو را نامزدت به آزار کردن روان کرده باز ناق تا اینجا با زحمت شدی. یک کلمه هم نمیگم. اول بشین. همه قسم خوب است. تو را من به دام انداختم. ملکه هیچ خبر نداشت. آی بسیار بد شد. ملکه تو را هرگز نخواد بخشید. واقعا میخواستم نشانی دخترش برش بگویم. تو نشانی دختر او را از کجا میفهمی؟ در قدر وقت سمی خان به هیچ کسی نگفته. با تو چرا میگفت؟ با تویی که مثل یک دیوانه هستی. باورش مشکل است اما تو نیست. اما بریم گفت بار دیگه اینجا نیایی آزاد کرمانی. ده اینجا با پول و قدرتت کار کردن نمیتونی. ها خوب است که به پلیس خبر دادی. اگه نه نامزدت از بین میرفت. من او را از بین میبردم. اما بعد از اینکه نشانی دخترش برش میگفتم این کار هنوز خلاص نشده. شوربای سرد شده علی. من میرم که گرمش کنم. تو اصرار میکنی که باید بخورم؟ نه خیر علی، اصرار نمی کنم.
ما درکت میکنم که تو چقدر پریشان هستی. اگه اصرارم کنم نمیخوری. گلسوم مادر من که از دست دادم مامتمی حالت بودم. چطور تحمل میتونی زهرا؟ با وجود قدر درد و مشکلات چطور زندگی کردن میتونی؟ مام چندین بار این سوال از خودم پرسیدم. بالاخره جوابش پیدا کردم. هرچی که در قسمت ما باشه همون نصیب ما میشه. در قسمت ما عروس شدن، 10 سنه خورد بودن. و غیر از تحمل ما دیگه چاره‌ای نداریم. یعنی با این قسم فکر کردن میتونیم خود راحت تر احساس کنیم. استاد ابراهیم همیشه میگه که این دنیا امتحان است. واقعات زندگی یا خودشان زیبا هستن یا نتیجهشان. ما به همین امید زندگی میکنیم. بفرمایین. فکر میکنم خسته هستی. آسیا؟ بله آسیا. میفهمی چند دقیقه پیش کی اینجا آمده بود؟ نامزدت آزاد کرمانی. قراره به خاطر گفتن ای آمده بود که به پلیس او خبر داده بود. فکرش کردم میتونی؟ برات گفته بودم که من به پلیس خبر ندادم. بس از درست است. زیاد توضیح نده. باور کردم. پس حالا نشانی دخترم برای میگی اما تو نیست. بگو عذر میکنم لطفا. یک قلم و کاغذ بگی. عجله کن. به بار دوم تکرار نمیکنم. درست است. نوشته میکنم. درست است. تشکر میکنم. واقعا بسیار زیاد تشکر. برو ملکه جان. ببینم دخترت میبینی یا کسی دیگره. چطور شده ایلیف؟ خوشت آمد؟ بسیار زیبا شده بیادر. مثل که نو باشه. اول ترمیمش کردم، بعد از او بسیار مقبول رنگش کردم. راستش از اول کده زیباتر شد. ببینین پدر، گواری خانوادگی ما یک بار دگام کار میآید. بیادر ما دمی بزرگ شدیم. خب قبل از تویی از زهرا بود ایلیف جان. یعنی مادر مرحومم کم لالایی نخوانده بود به این گهواره. پس کنین گهواره را. نواسم دی گهواره کنه نمیخوابه. 1000 گهواره دیگه است. یک دانه دیگه بخرین ببرش. اما پدر. اما ماما نداره. توبه. این گهواره کنه شده. دور بندازینش. پدر ما بالای گهواره زیاد زحمت کشیده. اما این بسیار مقبول است پدر. بس که دختر گفتم که گهواره کنه است دیگه. بگو میشنوم دوران. بله آزاد. چیال داری؟ خوب هستی؟ با تشویشت بودم. قسمه که میفهمیده جستجوی رای حل هستم.
میخواستم ملکه را ببینم، رسیدم فعلا پیش خانه ملکه هستم. میخوایم او را ببینم. درست از زنده باشی، ما برات بعدم زنگ میزنم. ملکه! استاد باش. هیچ نخورده، چرا برش ندادی؟ دلش نمیشه زمرد مادر. مام نخواستم زیاد اصرار کنم. تو چی کار هستی احمق؟ من با تو چی گفته بودم ها؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ تو خودت چی فکر کردی؟ تو خودت چی فکر کردی دختر؟ همه چیز از بین بردی. از روزی که تو اومدی خوشی خانه را از بین بردی. اینجا نامدیم. برای شما ده این سن خورده رو ساخته به اینجا آورده. شما مزی بیشتر از من توقع نداشته باشه. زبان بازی هم میکنی ها؟ همه که اومده غمای ما شروع شد. دختر احمق، چقدر دختر من قدم هستی. باز چی شده زمرات؟ مادر اعلانش کنین چی میکنه؟ ای به تو کمک کرد. ای همیشه تو رو پیش سونا میبرد تا از اینجا نجات بیافه. پس چرا خواستی نروسی ما را کنین؟ چرا خواستی؟ علی! وقت من فریاد میزدم نمیخواستم عروسی کنم، شما کجا بودین؟ او وقت همتان خاموش بودین. حال ما و زهرا را راحت بانین. دیدین نه مادر؟ چطور بچه در مقابلم استاد شد به خاطر او دختر احمق. بچه ما بعضیدن تحریک میکنه. همراه او دختر غرض نگی زمرد عروس. او دختر مرهم زخمهای علی خود شد. شما مزوبت قدم طرفداری میکنین مادر؟ ما درباره علی فکر میکنم زمرد عروس. در ضمن هر دقیقه او دختر بد قدم نگو. یک قسم گپ زدنت خوش خداوند نمی آید. بیبی خدا را شکر که بعد از سالا بچیت سر پا استاد شد. جمال خدا زنده و سالم دیدیم. کمی شکر کردن یاد بگی. درباره پیشنهادم فکر کردین؟ بله فکر کردم اما ایره نفهمیدم که دایی با این فایده ما چی است. جمال شوهر خواهرت از بین برده. وام به اندازه علی و سونا در این گناه شریک است. با بچه خود کمک کرد. ما خواهر خود از بین بردم. او علی است نه علی. او رام از بین می بردم. اما بیادرش رسید. معلوم میشه که اجلش نامده بود. ببین با علی دستت نمیرسه. اما جمال در داخل در اختیار تو است. تو پیشنهادم قبول کن. ما هر کار که در زندان خواسته باشی انجام میدم.
چی شد؟ او کجا رفت؟ بسیار میبخشین. من این نشانی را میپالا، میشه بگوین؟ ما اینجا را دیدیم. کجاست؟ برام بگوین لطفاً. با گفتن پیداش کردن نمیتونیم. کوچه ما کمی نامنظم است. اگه خواسته باشین ما شما را میبرم. بسیار خوب میشه. زیاد خوشحال میشم. بفرمایید. چی شدی؟ کم بود از تشویش بمرم. رای طولانی بود زنم، یالا رسیدم. چی کردی؟ او فرهاد دیوانه را دیده تانستی؟ بله دیدم. خب چی گفت؟ به نظرت ما را از این مشکل نجات خواهد داد یا نه؟ امی که فردا صبح جمال از سلول خود بیرون شوه او را از بین میبرد. دگان باید بریم؟ کم مانده خانم. خوب است اما اینجا خانه دیده نمیشه. دستکاول تبتی. گفتم دستکاول تبتی. نخیر. برات گفتم دستکاول تبتی. گفتم بتی. خدا را شکر. شب بخیر. صاحب این موتر را ندیدین؟ نه نخیر ندیدیم. درست است، زنده باش. زهرا بفرمایین آقا دوران، به چیز ضرورت دارین؟ بیا اینجا بشی. میخوایم همراه تو گپ بزنم. درباره استاد ملکه است. درباره آسیا. نیگه با استادم ضرر رسانده؟ نه خیر زهرا جان، امروز مادرت دستگیر شده، به زندان روانش کردن. دیری و زودی کار میشد. دختر ملکه زنده است زهرا، اما فقط آسیا نشانیش میفهمه. نمیگه همون تو نیست. خب گوش کن زهرا، بیشتر از همه تو همراهش بودی. یک بار خوب فکر کن.
درباره کدام دوست یا اقارب خود برات چیزی نگفته؟ یعنی به خاطر فهمیدن نشانی طفل با یک سر نخ ضرورت داریم. همینجاست. بفرمایین خانم. ما یک نفرم میپالم. یک دختر 12 ساله است. کی آمده مادر؟ اوف ملکه چرا این کار کردی؟ کجا هستی؟ چرا قسم سهل داری؟ زبانت از گپ مانده خانم. تو داخل برو دخترم. تو از ما چی میخوایی دختر؟ هیچ نمیفهمم چه قسم بگویم. بعد از ولادت دخترم ازم دور ساختن خاله. دختری که در داخل است دخترم است. تو میخوای چی بگویی؟ او دخترم است. از اینجا گم شو برو. تا همراه دختر خود گپ نزنم هیچ جایی نمیرم. دختر تو در اینجا نیست فهمیدی؟ همسایا کمک کنین. در خانه ما یک زن دیوانه آمده. چرا درک نمیکنین؟ او دخترم است. نمیفهمم آقا دوران. بابا هیچ وقت چیزی نگفت. فقط میگفت به غیر از تو کسی را ندارم. ها گفته بود برای چند وقت استانبول در یک دکان کار میکرد، اما نشانی دکان نمیفهمم. تو بازم فکر کو زهرا. شاید برات چیزی گفته باشه. چی بگویم؟ ما باید دختر ملکه را پیدا کنیم. به خاطر پیدا کردن او هر کاری را میکنیم. حق با شما آقا دوران. چرا باور نمیکنین؟ او دخترم است. دخترم. بعد از ولادت تو را از من دور ساختن. خانم با پلیس زنگ بزنین تا آمده ای دیوانه را از اینجا ببرن. من دیوانه نیستم. بوری که پای خود دوزی پلیس بگو. دوزی پلیس. او دخترم است. خیریت است. اینجا چی گپ است؟ کاملی زن دیوانه را بیبی. دختر ما رو دختر خود فکر میکنه. او دخترم است. او را از من دزدی کردن. چرا نمیفهمین؟ تو دیگه از کجا شدی خانم؟ اجازه بده. چی میخوایی از ما؟ چرا منو درک نمیکنین؟ چرا؟ باره گم شو. یک دقیقه. بسیار میبخشید. یک غلط فهمی رخ داده. بیا که بریم ملکه. آزاد او دختری که در داخل از دخترم است. دیگه ببرش. خانم تا از اینجا ببر. با دیوانه خانم میبری هر جایی که میبری ببر. درست است آرام باشین. بره. او دخترم است آزاد. میگم او دخترم است. برو ملکه. توبه چی گپ است؟ آسیا برات گفت که او اینجاست؟ بله. ملکه چطور میتونی با آسیا باور کنی؟ او زن میخواد از تو انتقام بگیره. برات دروغ میگه. تو چرا این قسم فکر میکنی؟ تو چرا میخوایی همه چیز از بین ببری؟ من پیش آسیا میرم. او باید نشانی دختر ما برم بگویه. درست است؟ ملکه در این وقت اجازه نمیتن که ملاقات کنی.
کم استراحت کن ملکه. نه خیر. ملکه آی ملکه چی میکنی؟ اینجا حتما یک نشانی، یک علامت یا یک سرنخ وجود داره. یعنی مطمئن هستم. درست است اما اینا را خونه میبرن. همینجا هستن اما تو نیست. درست است کمی آرام باش. اینجا بیا. در ضمن به این شکل کار کردن نمیتونی. بیا. زهرا چی شده؟ من یک مفکوره دارم. راستی؟ زود باش بگو. من میتونم او را سر گپ بیارم. یعنی همراهت گپ خواد زد؟ به نظرم شاید برم دروغ نگویم. شاید همراه من گپ بزنم. یعنی میتونم این را پیدا کنم که دختر استاد ملکه کجاست. میگم مرا پیش مادرم ببر، میخوایم به استانبول برم. میخوای هرچی زودتر از اینجا دور شوی؟ به خاطر کربار از اینجا اون صدا رو میشنوی اما تو نیست؟ با گرفتن او طفل گناه بزرگی کردی. طفل من چی شده؟ چرا گریه نمیکنه؟ طفل من چی شده؟
طفل من کجا میبرین؟ پس بیارین. او را کجا میبرین؟ گفتم کجا میبرینش؟ طفلم. ملکه دختر، اونا طفل من کجا بردن؟ مادر، پدر، چی شده؟ اونا طفل من کجا بردن؟ دختر متاسفانه او را آورده نمیتونم. چرا؟ یک دونه طفلت از دست داده. نخیر نخیر طفلم. همراهیم کمک کن دختر ما پیدا کنم و به او برسم لطفا. همراهیم کمک کن تا به کسی برسم که نو مورد بطن خود پرورش دادم. همیشه به خاطر رسیدن به او به دربار دعا کردم. به من کمک کن پیش از اینکه با مرام یک بار او را در آغوش گرفته و ببوسمش لطفا. آمین. خداوند قبول کنه. آمین. تشکر. معلوم میشه که دعایت قبول میشه. انشالله. تا صبح تمام دوستی‌ها را خواندم. یک چیز مهم پیدا کردم. چی را پیدا کردی؟ اوراق ولادت است. به نظر ما باید کار خود از شفاخانه شروع کنیم. تو ایره بخوان ما چای میارم. درست است. زود پس میام. ای استانبول رفتن دیگه از کجا شد ها؟ دیروز آسیا را دستگیر کردن. گفتن که زهرا هم شاهد بوده. از او خاطر مجبور هستیم بریم. عوضی که به خاطر زن مردم به شاهدی بره چرا از علی مواظبت نمیکنن؟ علی به او ضرورت داره. زهرا رفتن میتونه. ما اجازه میتونم. بچم زهرا باید از تو مواظبت کنه. درباره زندگی ما بسیار تصمیم گرفتین. او دختر به سیاحت نمیره. شنیدین که دوران بیادر چی گفت؟ لازم است که باید بره. ما برش اجازه میتونم. وقتی که شوهرش اجازه داده باز زهرا رفته میتونه. تشکر میکنم نوچین مادر کلان. از شوهر خود تشکر کن. زنده باشه. درباره چیزی که گپ میزنن 12 سال سپری شده خانم. ما باید اوراق 12 سال پیش پیدا کنیم. فکر میکنم که اوراق 12 سال پیش شفاخانه هنوزم وجود داره. میشه کوره ببینیم؟ ما باید دختر خود پیدا کنم دکتر صاحب. لطفاً همراهیم کمک کنید. شما بسیار خوشبخت هستین. ما 3-4 ماه پیش تمام اوراق کتبی خود ثبت کامپیوتر ساختیم. حالا براتون نشان میدم. دوران
برم راست بگو، تو پیش ملکه میری اما تو نیست؟ اوف مادر، دوباره شروع نکنین. این مسئله را بسته کو که ما دوباره شروع نکنم. فکر او استاد از سرت بیرون کو. آه مادر، اگه با مغز میشد وقت حلش میکردم، اما این مسئله بسیار متفاوت است، بسیار زیاد. دوران ایره خو میفهمی که آزاد همراه ملکه است، پس تو دیگه چی میکنی که میری؟ کار را که آزاد نتانست ما انجام میتم، دختر ملکه را پیدا میکنم. چی؟ تو چی گفتی؟ ملکه فکر میکرد طفلش مرده اما او زنده است. ما میریم که در پیدا کردن دخترش کمک شوم. از پرستارای ما که در او زمان کار میکردن فقط یک نفرشان فعلا همراه ما کار میکنن به نام سیفگی. دیگرشان در شفاخانه ما نیستن. خب میشه یک بار پرستار سیفگی رو ببینم دکتر صاحب؟ البته همراهش گپ بزنیم. همیاله میخوایمش. پرستار سیفگی رو به اتاق ما روان کنیم. پدر 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 چرا در اینجا خواب شدین؟ در اینجا خواب شدیم؟ الله آخ مادر جان، مادر جان، کمرم درد میکنه. کمکتان کنم؟ نه، وقت در پیش ارسی باز خواب کنم باز همه قسم میشم دیگه. آخ فقط بگوی کدام گناهی کردیم که خداوند مرا هر روز جزا داده میره. خدا را شکر که هیچ گناهی نکردین پدر جان، اگر نه باز چی میشد؟ کجا ازی خنده داشت؟ خنده نکردیم پدر، شما آرام استراحت کنین، ما و فرمان به چای خانه میریم، درست است؟ نخیر قسم نمیشه. بسیار زیاد درد داره. این چه قسم درد است؟ هیچ نمیفهمم. اما طور باید کنیم. ببینین چه استاد شدن نمیتونم شما برین عوض ما. خدا میفهمه که دوزن چی دیده. باز شرم رای خود گپ میزنی زن؟ تو بان دیگه بی از او کارای خانه خلاص نمیشه. راستی تو بگو که خبرای نو از زندان چی است؟ برات گفته باشم بسیار سخت است که کدام خبر خوش بشنویم. ایره چی شده؟ عامل تب زیاد است میمونه. او خدای من، حالا زود چو که ایره بیرون ببریم، عجله کو. بفرمایید. شما ما را خواستین؟ بله خانم پرستار. ملکه خانم و آقا آزاد میخوان درباره موضوع امرایتان گپ بزنن. سلام، شما مرا به یاد دارین؟ ما 12 سال پیش در همین شفاخانه شما ولادت کرده بودم. ما ملکه هستم، دختر سارنوال سمه سایگنر. ما او قدر به یاد ندارم. ببینین 12 سال پیش وقتی که طفلم به دنیا آمد باز برام گفتن کو مرده. پدرم سارنوال سمه سایگنر نام داره، شما حتما او را میشناسین. مادرم جانان نام داره.
پدر و مادرم چند روز پیش برام گفتن که طفلم مرده. طفلم زنده است اما برام دروغ گفتن. طفلم ازم گرفته بودن. کوشش کنین که به یاد بیارین لطفاً. بسیار متاسف هستم به خاطر یک ماجرایی که چندین سال پیش اتفاق افتاده و ما اصلا در جریان نبودیم. شما نمیتونین ما و شفاخانه را زیر سوال ببرین. نخیر راستش قصد ندارم شما را زیر سوال ببرم. شما کسی هستین که در وقت بودین. شاید چیز به یاد داشته باشین. ببینین لطفاً کوشش کنین که به یاد بیارین. متاسف هستم هیچ چیزی به یاد ندارم. اگه اجازه تان باشه من میرم که کار دارم. رفتم میتونین. زمانات بچه وقتی به اوج آمد به ما خبر بده. او را میکشن. بیادر مرا میکشن. برم دام مانده. به نیاز خدا به خانمم به بچیم زنگ بزن بگو که بیاین. نمیفهمم مادرم چرا او دختر احمق اجازه داد. هر چیزی که او میگه باز مادرم قبول میکنه. فقط بگویی که او ملکه خانه باشه و ما خدمتگاراش باشیم. چقدر جالب. به خاطر شادی به استانبول میرن فقط که ما باور میکنیم. تو چی میخوای بگویی؟ نه که به خاطر کدام چیز دیگه به استانبول میرن. خواهر جان من به از او درد خودت بسیار است اما حالا اگه ایره برات نگویم باز راحت بودن نمیتونم. هدیه اگه چیزی را میفهمی برم بگو. شنیدیم که ملکه خانم یک دختر داشته جان. درباره ای زن ما هیچ چیز نفهمیدیم اما حالا باید معلوم کنیم که او دختر احمق طفله از کجا پیدا کرده. میبخشین خانه کلمانیاس؟ زمرد تو خوب هستی؟ از گپی که برات گفتم مرا پشیمان نسازی ها. بله برفین؟ مادر جان چطور هستین؟ خوب هستین؟ گوش کو چی میگم برفین. اگه میخوایی درباره دروغایت گپ بزنی باز به شنیدنش وقت ندارم. مادر اگه ما همراه شما درد دل نکنم پس گپا رو به کی بگویم؟ با خدا نمیفهمم که چی کنم. اینقدر دروغ گفتم که کم از رسوا شوم. درست است چیزی نمیگم. بیا از اومره دیوانه ساختی دختر. آراستی زود شو بگو چی شده؟ تصمیم گرفتی؟ فرمان بسیار زود خبر خواهد شد. فرمان به خاطر یه طفل بسیار خوش است تغییر کردم مادر اما من نتونستم او را به خود نزدیکی بسازم. حالا نمیفهمم چی کنم. اگه فرمان حقیقت بفهمه تباه میشم مادر. برفین؟ بله برفین. برفین؟ بله؟ برفین چی شده؟ در قصه برفین نشو کاملا خوب است. از جمال کدام خبری آمد؟ بیبی کم مانده شب اما هنوزم هیچ خبری نیست. باید کارش تمام میکرد. زمرد کجاست؟ از زندان زنگ زده بودن. جمال سخت مریض شده. او رو به کلینیک زندان بردن.
گفته که میخوای آزاد و زمرو تا ببینه. بله بشنوین خاله فاطمه، پدرم بسیار مریض است. بیا در مخانه بیادر ما به دکان رفتن. چی اگر زحمت نمیشه میشه خانه ما بین؟ برفین چی را از ما پود کدی؟ ما چی را بشنوم باز تو تبا میشی ها؟ راستش هیچ. من با مادرم میگفتم که چی میگفتی برفین؟ چی میگفتی ها؟ بیبی برفین هوش کده باشی که برام دروغ نگویی. چی میخوایی انجام بدی ها؟ برفین بیبی من کوشش میکنم که مناسبات ما را خوب بسازم، اما تو بازم یک کاری میکنی. فرمان سرم زیاد درد میکنه. بیا بیا اینجا بشی. ایره بنوش. خدای من چه قسم دخترم پیدا کنم؟ چطور پیدا کنم؟ چطور پیدا کنم؟ شاید آسیا نشانی او را میفهمید. بازم مانیمه شدی. آی ملکه، آسیا میخواست تو را بکشه. او چرا باید همراه تو کمک میکرد؟ بله مادر. درست است مادر، درست است. شما آرام باشه، من زود می آیم. خداحافظ. مادر مامم رایتان می آیم. پدرت گفته که تنها آزاد مادرت بیاید. باز شما یک وقت دیگه برین دختر گلم. یک وقت دیگه میریم اگه خداوند بخواه. زمرو در روز تو چی میگی؟ قسم گپ نزن لطفا. مادر اونا گفتن که بسیار مریض است. باز جمال چرا بخواه که ما رو ببینه؟ تو با خدایا. خانم بیادر کم آرام باشین دیگه. اگه کدام خبر بد می بود باز ما رو میخواست. بیبی قسم اولادایتم جگر خون میسازی. همره من قسم گپ نزنین. نه خیر مادر، من دیگه تحمل کردن نمیتونم. منتظر آزاد نمی باشم. من دیگه میرم. یک دقیقه صبر کو. آزاد میای امرای او برو خانم بیادر. چند دقیقه دیگه هم صبر کو. اگه نامد باز ما امرایت میرم. درست است؟ ملکه میبخشی اگه موضوع مهم نمی بود. باز ما هرگز. یک قسم نگو، چرا معذرت میخوایی؟ صحت پدرت مهم است. انشالله که به زودی پدرتان خوب میشه. انشالله. اما از صدای مادرم یک قسم معلوم نمیشد. پدرم زهرا؟ استاد ملکه؟ حالا دیگه چی کنیم؟ اگه با اونا چیزی بگویا باز چی؟ عادیا تو مرا دیوانه میسازی. ما دیگه میرم. تو متوجه خانه باش. یک پرستار را پیدا کردیم که در او زمان در مشفخانه کار میکرد. خوب است. وقتی اونجا رسیدی باز درباره وضعیت کاکای ما را با خبر بساز. درست است. ما دیگه میرم. منتظر خبر خوش می باشیم. زنده باشی ملکه. خب دیگه با اجازه تان ما دیگه میرم. با خیر بری. سفر خوش بیادر. تشکر. اینا را به تو امانت میمونم. تشویش نکن. خب دیگه زهرا جان، خداحافظ. خداحافظ.
چطور هستی؟ زنده باشی. خب ملکه، تو چطور او کار کردی؟ اگه تو را چیزی میشد؟ اگه مرا چیزی میشد باز چی؟ به نظرت من دیگه چیزی بر از دست دادن دارم؟ استاد ملکه، شما تشویش نکنین. ما به خاطر این آمدیم که دخترتون پیدا کنم. زهرا جان، نمیشه. یک بار پیش از آمدنت باید از من میپرسیدی. آسیا بسیار زیاد به تو ضرر رساند. من دیگه اجازه نمیدم که ترا جگرخون بسازه. اما استاد هرچی نباشه او مادرم است. بدون من دیگه هیچ کسی را نداره. ایلیف، جانم بسیار درد میکنه. جانم بسیار درد میکنه. چی سیل داری؟ برو دروازه را باز کن. میخوایی که در این وضعیت برم دروازه را ما باز کنم ها؟ توبه توبه، خدای دیگه حوصله میمان نیست دیگه کی آمده باشه. اوی خدا جان. برتان شفا میخوایم آقا راشد. زنده باشی، خیرت باشه. در این وقت روز تو دیگه اینجا چی میکنی؟ در خانه کار نداشتی؟ الیف گفت که پدرم مریض است. مرا خواست از خاطر آمدم. نه خیر جانم، من مریض نیستم. کمرم درد میکنه. در پیش کلکینی باز که خواب شوی باز همه قسم میشه. این خو یک چیز طبیعی است دیگه. وای خدا را شکر مجبور هستم. چی سیل داری؟ فقط که دلت برام میسوزه. اما ما چرا طرف تو سیل کنم؟ خب پس حالا که نمیخوایی مام دیگه میرم. خانم فاطمه، خانم نه خیر، راستش کمک جان درد هستم. تمام جانم درد میکنه. حتی گپ زدن نمیتونم. میبخشی دیگه. از دست درد نمیفهمم که چه قسم رویه کنم. اگه خواسته باشین بوده میتونین. بله بوده میتونین. درست است دیگه. ما برات حال دوا آماده میکنم. گرچه به خاطر از بین بردن رویه بدت کدام دوایی نیست، اما دوای درد کمر برات آماده میکنم. بیا دخترم. من ترا خواهد کشتم. خدای زن خوبی است. زن خوبی است. زهرا جان گوش کن. اگه نمیخوای ببینی باز مجبور نیستی که به خاطر مورد تحمل کنی. من خو گفتم او مادرم است. بد بودنش هیچ چیز تغییر داده نمیتونه. اگه به دست من می بود باز من مثل شما یک مادر میخواستم. اما هیچ کس حق انتخاب پدر مادر خودش نداره. عزیزم روز خوش. میخوای مایسل سپایی رو ببینی؟ کی میخوای ببینه؟ دخترش زهرا کرمان. زهرا تو اینجا آمدی؟ اوی جان مادر. فکر میکردم هرگز به دیدنم نمیایی دخترم. بیاین اینجا بشینین. تشکر. میفهمم با کارایی که کردم شما را جگرخون ساختم. نه خیر جانم، در اصل من تو را بسیار جگرخون ساختم. پشیمان هستم. معذرت میخوایم.
ما مزرعت میخوایم. از خاطر ما بالایتان زیاد مشکلات آمد. از خاطر ما تا اینجا هسته. نه خیر، از خاطر تو نیست، کلش از خاطر ملکه است. نه خیر، او فقط به خاطر خوبی من این کار کرده، فقط همین. اما تو هم از او حمایت کردی. اگه حال او زنده است و نفس میکشه، تمامش از برکت توست. بله زنده است، اما بسیار ناامید شده. او نمیفهمه که دخترش در کجاست. شما برش گفتین که میفهمین دخترش کجاست. شما واقعا میفهمین که دختر او کجاست؟ لطفاً اگر میفهمین بگوین که به یک دیگه خود برسن. نشانی دختر ما به زهرا گفته باشه؟ نمیفهم خود گفت یا نه، اما با هر حالت دخترتا پیدا میکنیم. تشویش نکن. خدایا لطفاً مرا به دخترم برسان. هیچ تحمل کردن نمیتونم. هر لحظه دربارش فکر میکنم که کجا است، چی میکنه، خوب است یا نه. یک ثانیه که بدون او میگذره مثل 1 سال است. او هم شاید نسبت به تو همین فکر کرده باشه. شاید خبر نباشه که من زنده هستم یا نه. مثل که در این مدت من نمیفهمیدم. شاید که دیگه امید خود از من قطع کرده باشه. شاید که دخترم هیچ زندگی راحت نداشته باشه. خدایا کمکم کن. ببینین دخترم مثل ما از مادر خود دور است. لطفاً دوریشان از بین ببرید. اجازه بدین که مادر دختر به هم برسن. تو به دیدن منه، بلکه به خاطر دختر استاد ملکه آمدی؟ نه خیر، به دیدن شما آمده بودم. خواستم که مزرعت بخوایم اما کم میشرمیدم. خوب است، اما ایره نمیگم که دختر او کجاست، با خبر باشی. من فکر کرده بودم که شاید استاد ملکه را درک کنین. هرچی نباشه شما هم در این مدت درد و دوری مرا تحمل میکردین. تمام اینا را پیش از اینکه مرا پیدا کنین نوشته بودم. میفهمین؟ تنها بودم خود همیشه ناتکمیل احساس میکردم. در خوابایم یک مادر را میدیدم که در حالت جگرخونیم همراهی میبود و از من حمایت میکرد. همیشه با مادرم نوشته میکردم. این همه را به شما نوشتم شاید با خواندنی استاد ملکه را درک کنین. من مطمئن هستم دخترم با مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. خواهرم در اینجا شیر میخواند. بسیار مقبول آمده. این لباس مادرم برای ما دختر بود. بسیار برات مقبول میگه دخترم. در اینجا ما و خواهرم یک جا هستیم. همراه خواهرم زیاد بازی میکردیم. پشت زهرا بسیار زیاد دق شدی، اما تو نیست دخترم؟ بله، پدر
پدر و بیادرمون پشتش دق شدن، اما هر باره که من نام زهرا رو میگیرم باز پدرم قهر میشه. اما نمیفهمم پدرم این کار به ضد من میکنه. زهرا چی شد؟ نشانی دختر ما برات گفت؟ نگفت استاد ملکه. میفهمیدم او از من نفرت دارم، میخواه که ازم قصد بگیره. هیچ وقت هم نشانی دختر ما برام نخواد گفت. من فکر میکنم که او خواهد گفت. دلیلش نمیفهمم اما همی احساس دارم. برش کتابچه خاطرات من که درد دل من نوشته کرده بودم دادم تا با خانه شاید به خاطر خودت نگویه اما به خاطر دختر خود خواهد گفت. حالا دیگه بریم زهرا. آزاد چی شده مادر؟ پدرم چی شده بود؟ نمیفهمم بچه. زنگ زدن گفتن که مریض است، میخواد که ما را ببینه. درست است. زود دستکولتان بگیرین که با دیدنش بریم مادر. بچیم بیازو کاکاید رفته، کمی منتظر باشین، چند دقیقه بعد میایه. باز خواد فهمیدیم که چی شده. درست است خانم کاکا، اما ما میرم ببینیم که پدرم چی میخواد. درست است میایم. بیبی قدیمام آمد. زمرد آزاد امیاله میخواستن که به دیدن جمال برن. کاکا پدرم چی شده بود؟ ضعیف شده بود، باز بیهوش شد. خدای من، آی جمالم در زندان از بین خود رفت. ما خو نگفتم کوره چیز شده، فقط گفتم که بیهوش شده. فعلا وضعیتش خوب است، لطفا زیاد تشویش نکنین. بیادرت دیدی؟ یا که امرش گپ زدی یا نه؟ نه خیر مادر، اجازه ملاقات نمیتن. مادر بیاین که بریم، شاید که ما را اجازه بده. بیا بریم. با گپ ما باور نمیکنی آزاد؟ گفتم که اجازه ملاقات نمیتن. با گپ کاکایت باور کو آزاد. وقتی میگه که کدام روزه دیگه برین باز برین. زود شوین دیگه داخل برین بشینین. میرم امرای وکیلم گپ میزنم. آزاد باشین، وکیل ما امروز بوده اگه خبرش شود باز بر ما حتما خبر خواد دادن، تو تشویش نکن. درست. برشان گفتی که بسیار خوب متوجه بیادرت باشن؟ برشان گفتم مادر جان شما تشویش نکنین. قدیم چی کنیم؟ چه قسم ما اینا شویم؟ اگه برنم باز جمال در وضعیت نیست که گپ بزنه، وضعیتش خراب است. امرای فراد گپ زدم، همی که موقع پیدا کنه کارش تمام میکنه انشالله. سر آزاد چرا قهر شدی ملکه؟ راستش وقتی زنگ زدم از صدایت فهمیدم، از او خاطر پرسیدم. به خاطر که مرا قهر ساخته بود. من میخوایم پیش پدرم برم. میشه که شما هم خانه برین؟ ما میخوایم کاکا سمیر ببینم. میشه که امرایتان بیایم؟ درست است. حالا دیگه کلگی ما یک جای میریم و اونا رو دیده دوباره خانه میریم. درست است؟ درست است. میخواستم بفهمم که سمی سایگانر در کدام اتاق است. اگر کدام ملاقات دیگه نداشته باشن باز میخوایم که اونا رو ببینم. اتاقش در پهلوی زین است، همراهش کسی نیست. او را دیده میتونین، اما او فعلا در حالتی نیست که جوابتان بده. در دهنشان اکسیژن است. تشکر میکنم.
مرا شناختن قاسمی؟ من پرستار سیوگی هستم. گفته بودن که هیچ وقت همدیگر را نمیبینیم. قرار بود که همدیگر را فراموش کنیم. اما دخترتون پیشم آمده بود، مرا پیدا کرده. اما آمدم که برتون ایره بگویم. اما میبینم که هیچ فایده نداره. امیدوار هستم که دخترتون پشتی مسئله رو رها کنه. اگر نه با زندگی مسلکیم از بین خود رفت. هر شب پیش از اینکه بخوابم درباره شما فکر میکنم، کوشش میکنم شما را تصور کنم و چهرهتان پیش چشمایم بیاید. خدا شبی شما فکر میکنم به یک دیگه خود شباهت داریم، اما تو نیست. اینقدر سوال ازتان دارم، اینقدر گپ ها دارم که باید براتان بگویم. حتی هر قدر که گپام بزنیم بازم تمام نخواهد شد. از همه بیشتر میخوایم مرا دوست داشته باشید. اگر روز پیشتان برسم مطمئن هستم که اون روز چوب خواهد ماندم. کاش که در نزدیکم باشین، من براتان بسیار ضرورت دارم. شاید که در نزدیکم باشین، همین که دستم دراز کنم شاید دستم بگیرین، اما حتی ایره نمیفهمم که شما کی هستین. چرا مرا رها کردین مادر؟ چه چیز مانع ما شد که در بین ما مداخله کرد؟ ما در اینجا منتظرتان می باشم. درست است، ما زود میاییم. ببینین پدر که کی به دیدنتان آمده. یک زن همیاله به دیدن پدرتان آمده بود خانم ملکه. راست میگین؟ کی بود؟ همیاله بیرون شد، شما ندیدینش؟ نه خیر ندیدیم. ما یک بار ببینم زود میایم. ملکه چی شده؟ استادشا! خانم استادشا! ملکه چی میکنی؟ او زن کی بود؟ الهیم کن، تو چی میکنی؟ نمیفهمم که کی بود. به دیدن پدرم آمده بود. شاید کدام دوستش باشه. من تمام دوستای پدرم میشناسم. اونا بدون دیدن من هیچ جایی نمیرن. شاید زن درباره دخترم چیزی بفهمه، اما فرار کرد. اوف دوران. فاطمه اگه زحمت نمیشه خواهر جان بریم یک ورق بده. آی تشکر. پاکت داری؟ تو یک دختر بسیار خوب هستی زهرا. من بسیار میخواستم که تو دختر من باشی، اما تو دختر من نیستی. پدر استادت همراه من یک بازی را انجام داد به خاطر که دخترش نفهمه که تو اولاد او هستی. باز همگی را فریب داده و گفته که زهرا دختر من است. حتی یک لحظه هم فکر نکرده که با این کارش چی خواهد شد. بله، تو دختر استاد ملکه هستی. ما میخواستم که او مثل مده تمام عمر خود از دختر خود دور باشه، اما قلب مهربان تو مانع شد که ما این واقعیت پنهان کنم. ایره فقط به خاطر تو میگم. استادت یعنی ملکه مادر واقعی تو از دختره.
حالا که بسیار زود خداوند براتان شفا بده. چرا به استادم نشانی دخترش نگفتین؟ کاش که گپ زده بتانین تا که نشانی دختر استاد ما برش بگوین. به خاطر که استاد ملکه بسیار رنج میبینه. مطمئن هستم که او دخترم بسیار درد میکشه، چرا که او را از مادرش دور ساختین آقا سمی. بسیار گناه داره. اگه او دختر پدر کلان خود ببینه و مادر خود برسه باز چقدر خوش خواهد شد همه تو نیست؟ محافظ! چی از چی شده؟ چرا چیخ میزنی؟ میخوایم این نامه را روان کنم، عاجل است. درست است، روان میکنم. بسیار زیاد مهم است لطفاً. من باید را بفهمم که به دیدن پدرم کی آمده بود. امکان نداره خانم، شما نمیتونین درباره کسی معلومات بگیرین. بی بیادر، از چند روز پیش نی. فقط نام کسی را میخواهیم که ده نیم ساعت از اینجا بیرون شده و بس. اگه همراه ما کمک کنین باز خوشخواد شدیم. یعنی نمیخوایم براتون درد سر جور کنیم، اما مازتان خواهد گرفتیم. خب درست است، اما با کسی دیگه چیزی نگوین. تشکر بیادر. بیاین. کدام اتاق؟ اتاق مراقبت های جدی. بین کدام ساعت؟ فقط نیم ساعت پیشه ببی. این خب پرستار سیوگی است. در جریان ولادت همراهیم بوده. اما این خبرم گفت که چیز را نمیفهمه. یعنی که دروغ گفته. هیچ باورم نمیشه. قبول کردن نمیتونم بیادر. دلم میخواه که سر همتون فریاد بزنم. کل چیز خوب میشه علی. انسان بعضا در چنین حالات قرار میگیره. درست است، میفهم که جوان هستی، عصبانی هستی و احساسات خود اداره کردن نمیتونی. فکر میکنی این قسم خوب است. چطور بیادر؟ اما تو نیست. میفهم که تحمل کردنش چقدر سخت است بیادر. گرفتن زندگی کسی قدر آسان بودن نمیتونه. در مرگ سونا هر کسی که دست داشته باشه دانه دانه از بین میبرمشان. هرگز علی. هوش کرده باشی کاری نکنی. آزاد، من هیچ راحت نیستم بچه. چی شده مادر؟ تا که پدرت نبینم هیچ راحت بوده نمیتونم. قربانت شوم، مرا فردا پیش پدرت ببر. درست است مادر جان. ما میخواستم کی را براتان بگویم فردا صبح وقت بیدار میشم و میریم. پدرم هم میبینی. درست است. مرا ترساندین مادر جان. شما هر دو بیدار درد دل میکدین؟ اما تو دیگه. خوب است، من میرم. زنده باشی مادر. علی دیگه مادرم جگر خون نساز. درست است. حالا دیگه برو بخواب بیادر. دوباره گپای ما فکر کن. بیادر به خانوادیم خبر دادی؟ خبرشان دادم. تشکر. دروغ میگه. او زن درباره دخترم کل چیزم میفهمه دوران، اما برای ما دروغ میگه. او ملکه کمی آرام باش.
اگر فهمیده باشه باز خوب است. کم از کم نشانیش پیدا خواد کردیم. چطور از کجا پیدا میکنیم؟ او زن در کجا بوده میتونه؟ از وظیفه خودم رخصتی گرفته. خدا میفهمه که کجا رفته باشه. تا قیامت خود فرار کردن نمیتونه. این زن در پیش روی شفاخانه سوار موتر شده متونست؟ بله. درست است. ما هم فردا به ایستگاهشان میرم و میپرسم که کدام تاکسی او را به کجا برده. خوب است. تشکر زهرا. به شما هم قهوه آماده کردم استاد ملکه. دوست داشتنی من. تشکر میکنم. تو هم به زحمت شدی جانم. ببینم که چطور آماده کردی. ملکه میخواستم اولت بگیرم. تو خوب هستی؟ البته که خوب نیستم. تا که دختر ما پیدا نکنم راحت نمی باشم. خب ملکه بسیار میخواستم که همراهت باشم اما میفهمی که به هر صورت همه که کارای اینجا را خلاص کردم باز پیشت میام. درست است؟ لازم نیست. بیازو دوران و زهرا همراه ما هستن. همراه اونا کل کارا را یک جا انجام میدیم. اما ما میخوایم که در پهلویت باشم. چرا؟ نه که میخوای باز مانع پیدا شدن دخترم شوی. ای قسم نگو ملکه. دلیلش خو برات گفتم. تو خو میگی اما من فکر میکنم که نمیفهمم. به هر صورت دایی باره چندین بار گپ زدیم. من کار دارم باید قطع کنم. درست است ملکه. خداحافظ. 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 خیرت باشه زمرد. باز کجا میری؟ آزاد مرا پیش جمال میبره. ما میخواستم امرایتان بیایم اما سرم بسیار درد داره. فکر کنم فشارم بالا رفته. شفا باشه مادر جان. تشویش نکنین، من سلامتانه برش میگم. انشالله بار دیگه خواهد رفتین مادر جان. انشالله. شما چرا شک میکنین؟ گفتم اجازه ملاقات نمیتن. ناق با اونجا میرین. خانسب تا صبحش خوابیده نتونستم. تا که جمال نبینم آرام نمیشم. اگه ضرورت شد تا صبحش دروازه میخوابم تا که برم اجازه بتن. زهرا چرا زحمت کشیدی؟ تو خب میمان هستی جانم. اما در خانه شما خودم مهمان احساس نمی کنم استاد. راست میگی. بیازو تو مثل دخترم هستی. حالا دیگه تو بیشی من چای دم میکنم. دوران کجاست؟ نمیفهمم. تو میفهمیدی؟ چرا مادر؟ همه که او یک طفلم داشته.
میفهمیدم مادر، اما قسم میفهمیدم که تولد شده و دوباره وفات کرده. در ضمن خود ملکام نمیفهمید که دخترش زنده است. دیگه کدام رازاش افشا خواهد شد. او زن بیوه صاحب یک طفلام است. او دخترت تو لایق خود فکر میکنی آزاد؟ بعضی اوقات فکر میکنم که مال یا خط ملکه را دارم یا نه. تو به خدای من نمیفهمم که تو چی میکنی. میخوای هم خودت تغییر کنی و هم ما را یک دانیم. بچم بیبی هنوز نکاتان صورت نگرفته. در هر کار یک خیر نهفته است. از این کار منصرف شو. ما از ملکه منصرف نمیشم مادر. هر کاری که کنه، هر قدر که بد باشه، باز هم منصرف نمیشم. امرایش عروسی میکنم. چی است رستم؟ چی را آوردی؟ یک نامه آمده بود، او را آورد. و کی آمده؟ زهرا کرمان نوشته است، از استانبول روان شده. او خدای ما، اونا چقدر شکستن. ماشم که در اونجا چی خواد کردن. پیش از اینکه اونا جمال ببینن باید فراد کارش تمام کنه. اگه تمام کده نتونه چی؟ اگه او مثل شموسی کار کده نتونه چی؟ باز چی خواد کدی؟ میگم که عقل خود از دست داده. نمیفهمه که چی میگه. اگه باور نکنن باز؟ نوش جانتان. خسته نباشی. بیبی برای چی آورده؟ ببینم که خوشت خواد آمد یا نه. البته تو خب بازش نمی کنی. من برات باز میکنم. چطور است؟ چی لازم بود برفین؟ خواستم گپای گذشته را فراموش کنیم. از او خاطر. یعنی چیزی که دیروز شده فراموش کنیم ها؟ برفین، هر چیزی را که از ما پت کردی برام بگو. هیچ چیز نه. ما دیروز درباره یک موضوع با مادرم گپ میزدیم. درباره چی؟ نه که درباره طفل گپ میزدی ها؟ برفین، برام جواب بده. درباره طفل چیزی را از ما پت میکنی؟ تو یک دختر بسیار خوب هستی زهرا. من بسیار میخواستم که تو دختر من باشی، اما تو دختر من نیستی. پدر استادت همراه من یک بازی را انجام داد. به خاطر که دخترش نفهمه که تو اولاد او هستی، باز همگی را فریب داده و گفته که زهرا دختر من است. حتی یک لحظه هم فکر نکرده که با این کارش چی خواهد شد. بله، تو دختر استاد ملکه هستی.
اما میخواستم که او مثل من تمام عمر خود از دختر خود دور باشد، اما قلب مهربان تو مانع شد که ما ای واقعیت پنهان کنم. اینا فقط به خاطر تو میگم. استاد دیانه ملکه مادر واقعی تو از دختره. من میبینم. صبح بخیر. صبح بخیر. بیا بشی. دی صبح وقت کجا رفته بودی؟ رفتم نشانی او زنه پیدا کنم. خب پیدا کردم. هر وقت خواسته باشی به دیدنش میری. نشانی دخترتا خاطفه میده. چای نیست؟ چای است، برات میارم. رستم بفرمایید نوچین مادر. چه خیرت است؟ موتر چالان کن. باید هر چی زودتر یک جای بریم. این بچه شما مادر. سونار از بین بردی. حال دیگه خوش هستی ها؟ سرت از زمین بلند شده. سونا از خاطر تو مرد. از خاطر تو مرد احمق. سونا به خاطر منه، بلکه به خاطر بچه احمقت از بین رفت. به خاطر غرور بیجای شما از بین رفت. او بیچاره به خاطر شما از بین رفت. احمق از اینجا برو. اگر نه باز کدام کار خواد چی کردم. خواد کردی؟ ها؟ تو میخوایی مرام از بین ببری ها؟ بچم گفتم برو. چرا از سر ما دور نمیشی؟ آقا لطفا این کار نکن. بس است. تو قاتل هستی. قاتل هستی. قاتل دخترت هستی. گمشو برو. از اینجا گمشو گفتم. تو بچه تا قاتل ساختی. دخترت هم از بین بردی. حالی که او را بیرون میارن باز حتما وضعیتش خوب است، اما تو نیست؟ خوب است مادر، خوب است. بیاز حالا با چشمایتان خواد دیدین. او خدا را شکر. فراد تو ده اینجا چی میکنی ها؟ نکنه که سوناره. بله سوناره. حساب او را تمام کردم. او مرد. میخواستم بچه تام از بین ببرم اما خدا نخواست دیگه. اونا هیچ گناهی ندارن. چرا همراه سونا این کار کردی؟ او رسم و رواج ما را زیر پا کرد. عزت ما را به خاک یکسان ساخت. وقتی او را کشتی عزتتان دوباره خواهد آمد. ای دیگه مربوطه خود ما میشه. همون تو نیست؟ زود این دیگه. کلگی جزای خدا خواهد دید. تو برو. خوش آمده نوجین مادر، بفرمایین. ازت یک بار میپرسم،
باید برم گپاره راست بگویی. البته دیگه نوجین مادر ما کدام وقت به شما دروغ گفتیم ها؟ راست است. چیزی که در این نامه نوشته است راست است. چی نوشته است؟ همی که زهرا دختر استاد ملکه است راست است. جوابت راشد. جوابت زود باش. آیا زهرا دختر ملکه است؟ بگو. بله نوجین مادر، او دختر ملکه است. این گپ واقعیت است. میفهمی که زهرا دختر استاد ملکه است ها؟ تو هم ای گپا به ما نگفتی؟ اما تو رسنی؟ نه خیر، ما براتان میگفتم. چند بار خواستم براتان بگویم اما گفته نتانستم. به خاطر سانوالسم نگفتم. آقا سمی بالایم فشار آورده بود، مرا مجبور ساخت. گفت هرگز این گپا نگویی. مرا تهدید میکرد. تو زهرا را در بدیل دادی، راشد مرا فریب دادی. با ما نگفتی که زهرا دختر استاد ملکه است. حال بر ما بهانه میکنی که مرا تهدید کردن؟ ما باید همراه اوزن گپ بزنم دوران. استاد ملکه صبح نبخورین اگر گوش نمیشه. تو بخو جانم دلم نمیشه. ما باید تاجل برم اوزن ببینم. شاید دخترم پیش او باشه زهرا. اگر نباشم شاید بفهمه که کجاست. ملکه زیاد امیدوار نباش که ناامید نشی. حالا که زنده است امیدم از دست نمیتم. استاد ملکه مام همراه شما میرم. میخوایم دخترتان ببینم و هم میخوایم وقت همدیگه تانم ببینین اونجا باشم. تو تا امروز ای گپا از ما پنهان کردی. همگی ما را فریب دادی راشد. استغفرالله. چوب باش. بعد از یوم چیز نمیگی و حق نداری. تا امروز در بین مردم رسوا شدیم. اگه از این مسئله خبر شوند نام خانواده ما را به زمین میزنی. هر گپی که خودت بگویی همو کارو میکنم. هرگز مخالفت نمیکنم. هرگز نمیکنم. اگه استاد خبر شود که زهرا دخترش است، حویلی را سر ما سرنگون میکنه. همه ما را برباد میکنه. او به خاطر زهرا چقدر زحمت کشید. حتی او را تا استانبول هم رای خود بود. ماینش کرد. با وجودی که نمیفهمه بازم به خاطر او چقدر کارهای را انجام داد. او کمک کرد. اگه بفهمه هیچ وقت خبر نمیشه. واقعیت با جز از ما و تو هیچ کسی دیگه نباید بفهمه راشد. فهمیدی؟ فهمیدم نوجین مادر. این راز امرای ما یک جای به قبر خواد رفت. قسم میخورم. تو به خدا بسیار عجیب است. ما تا امروز چقدر تشویش میکردیم که نوجین مادر از گپ خبر نشه. آلردیم و مجبوری رازا نگاه کنیم. بسیار خوب شد. بعد از هیچ کس از این راز خبر نمیشه و نخواد شد. چرا ناوقت که آزاد؟ نمیفهمم مادر. چی شده؟ تو چی میکنی؟ زود باشین، دکتر را صدا کنین. جزای کلتان را میتم. تا که زنده باشم یکی تانم زنده نمیمانم. کلتان از بین میبرم احمقا.
الیف 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 دخترم تو همینجا بودی؟ چوب باش گوش کنی الیف، نباید کس از راست خبر شد. فهمیدی یا نه؟ هیچ کس نباید خبر شود دخترم، هیچ کس. ما به همه کی میگم؟ خواهر باید بفهمه که دختر استاد ملک نه دخترم، هرگز نمیگی، کارا نمیکنی. بیبی الیف، اگه تو بگویی ما برباد میشیم، دخترم برباد میشیم، همه ما را از بین میبرن. روش کنی، گپا نگویی. فهمیدی؟ میگم من از کسی گپ بود نمیکنم. استاد ملک پشت دخترش میگرده. باید بفهمه او رو بشناسه. نه نباید بفهمه. اگه بفهمه ما را از بین میبره. فهمیدی؟ هیچ کس نفهمه. اگه نه تو را از بین میبرم. برات گفتم نمیگی. فهمیدی یا نه؟ این چی وضعیت است؟ نمیخواستیم کس خبر شوه، اما آمبولانس آماده است یا نه؟ آماده است دکتر. عجله کنه. جمال حالا زود شوین، عجله کنین، وقت ضایع نکنین. زود شوین، وقت ضایع نکنین. پدر؟ پدرم از کجا میبری؟ ما در اینجا هیچ کار کدا نمیتونیم. باید با شفاخانه دولتی انتقالش بدیم. درست است. بیا مادر که بریم. بیا زود باشین، بیاین که بریم. خوب هستی برفین؟ چی بگویم فرمان؟ خوب هستم. برفین، بیبی جانم، پیش از اینکه وقت شوه هر چیزی که درباره طفل میفهمی برام واضح بگو. فرمان، راستش من به خاطر طفل ما از مادرم پول خواستم. بسیار لوازم کار است، باید بخرم. با تام گفتن نتونستم، به خاطر که غرورت زیر پا نشه و پریشان نشی. فقط همی از برفین؟ همه چیز از من پت میکدی؟ پس تا حال چی خریدی؟ کجاست؟ تا هنوز چیزی نخریدم. یکان چیز خوب باید پیدا کنم. برفین، میفهمم کدام گپ دیگر از من پنهان میکنی. تو دختر حامله را چرا ناراحت میسازی؟ برو این آرام بان فرمان. ای کم مشکل تکلیف داره که تو همی سرش فریاد میزنی. گریه نکو دخترم، راحت باش. تشکر. به نظرم کمی جاده است. استاد شماره اپارتمان شا چند گفته بودن؟ 10. همین جاست استاد.
بله بله آقا قدیم خان تو هستی؟ بله خودم هستم. تو کی هستی؟ ما خانم محمود هستم. قدریه مادر سونا. بفرمایین خانم قدریه، چی میگفتین؟ علی ده اینجاست نزدیک خانه ما. تمام مردم از خانهشون برآمده. بسیار میترسم که محمود کدام کار اشتباه نکنه، اما از برای خدا بیاین اینو ببرید که کدام گاه میشه. کاکا جانو آرام باش بچه. دختر خود از بین برد. از اینجا برو، اگر نه تو را میکشم. تو چی میگی احمق؟ چی میکنی؟ آرام باش. فهمیدم. یکی رو روان میکنم، شما زیاد امرایش گپ نزنین. یا کمی کار ما کم مانده که محافظ الیام شویم. خب ده اینجا خو نامش نوشته نیست، کدامش فشار بتیم؟ یک دقیقه. کی است؟ سلام خانم محترم، ما با سیوگی خانم کار داریم. بسیار عاجل است. شماره اتاقشان چند است؟ بچه شماره 13 است. تشکر. میشه دروازه را باز کنید؟ چرا نه بچه؟ تشکر. دخترم ایلیف قهر شدی؟ ها؟ با پدرت قهر هستی؟ گپ نمیزنی؟ بی پدر همیشه قهر میشن، غال مغال میکنن. میفهمی چرا؟ به خاطر خوبی اولادایشان. اما تو نیست دخترم؟ از من ناراحت نباش دخترم. شما به من دروغ گفتین، به خواهرمم دروغ گفتین، حالا میخواین من برش دروغ بگویم؟ اما چرا؟ نمیپرسی که دلیلش چی است؟ باید بفهمی که چرا دخترم. بیبی اگه خبر شون که زهرا دختر ملک از باز میفهمی چی میشه. ایدی خوب میفهمی. خوب است که مادر اصلی خودم بشناسه. چقدر خوب گفتی دخترم. او مادر خودم میشناسه، اما تو در بدر میشی دخترم. اگه زهرا امرای استاد بره تو تبا میشی. باز اونا تو را به جای زهرا عروس خود میگیرن. عروس کرمانی ها میشی دمی طفلی. دخترم میخوای خانم و علی دیوانه شوی؟ میخوای خانم و علی دیوانه شوی؟ بله طبعا که نمیخوای خانم او خانه شوی. دختر قندم میفهمم که تو نمیخوای. به نظرت من این کار کردم میتونم تو را با اونا بتم؟ البته که نمیکنم ایلیف جانم. یک دقیقه من زیاد هیجانی هستم. شاید دخترم دقیقه می دروازه باشه. از دیدن شما چقدر خوش شود، همه تو نیست؟ منتظر نمیمانیم. بفرمایین کی را کار داره؟ سلام، خانم سیوگی همینجا زندگی میکنه؟ نه، سیوگی در اینجا نیست، از اینجا کوچ کرد. او کجا رفته؟ ما باید هرچی عاجل او را ببینم خانم. لطفاً کمک کنید. ما شما را میکشم. الهیم کو. این خو علی است. برو گم شو بچه احمق. برو او را بیار. الهیم کو. تو را میکشم فهمیدی؟ گفتم الهیم کو. با خدا میکشم الان. الهیم کو. برو گم شو بچه احمق. میبخشین، شاید براتان گفته که کجا رفته. لطفاً برام نشانیشه بگوین. نمیفهمم دختر میش خبر ندارم. او خارج از این شهر رفته یا همینجاست؟ لطفاً خانم برام بگوین. من زیاد کار دارم خانم بانین لطفاً. استاد لطفاً جگرخون نشید. او تا هر جایی که باشه حتما پیدایش میکنیم، خاطرتان جمع باشه. حالا دیگه بریم. در اینجا بودن ما هیچ فایده نداره. بیا که بریم. چی کنیم؟ به شفاخانه بریم دوران؟
بله باید بریم استاد. شاید دوستایش بفهمن از اونا میپرسیم. یک کار خاط کردیم. دخترم انسانای بد معلوم نمی شدن. کاش که همراهشان شیشته یک بار گپ می زدی. با این قسم فرار کردن نجات پیدا نمی کنی. خاله ما خب برتان گفتم نه ما باید از اینجا برم. اگر نه هر روز اونا مرا تعقیب بکنن مجبور هستم. دیگه چاره ندارم. امکان داره مرا به زندان ببره. تو چرا به این کارا غرض گرفتی دخترم؟ لطفاً به سرگرده یک تاکسی روان کنین آقا. درست است منتظرتان هستم. پول داری دخترم؟ دارم تشویش نکن خاله جان. تمام حساب خود کشیدم و حساب ما بسته کردم. خاطرتان بالکل جمع باشه. جانم قربانت شوم دخترم. چی شده؟ به خاطر چی موتر استاد کردی؟ او زن دروغ میگفت. سوگی جای نرفته. دم خانه است. خب چطور فهمیدی؟ در اونجا بکسش دیدم. حال خاط برآمد. چرا تو هنوز خبرش نامده؟ یا که فرهادو کار نتونسته. اگه نتونسته باشه حتما همه چیزا با آزاد گفته قدیم. چی کنیم دیگه زن؟ چی خود کردیم؟ اگه از خیانت ما در حق جمال خبر شون چی کنیم؟ مادرم هیچ وقت طرف مسائل نمیکنه. مرا نمیبخشه. بیا که از اینجا بریم فرار کنیم. نباید ما را پیدا کنن. کل چیزا جمع کردم میریم. اولادا هیچ وقت والدین خود خوش نمی سازن. راست میگم هیچ وقت خوش نمی سازن. یکمی پس مانده بود که در روی سرک اولاد خود ندیده بودیم. او را امروز دیدیم. خیرت از مادر چی شده؟ علی خان با مردم یک سرگرمی شده. اونجا رفته بود که پدر و مادر سونا را بکشه. در روی سرک به همه ما ماجرا خلق کرد. هیچ از مام نشرمی. همراه ای بچه درست گپ بزن قدیم فهمیدی؟ اگر نه من خودم جزایشم میتم نیاز به پدر و مادر سونا نیز گفته باشم. تو را چی شده قدیم؟ نه که مریض هستی بچیم چطور؟ با هم جنگ کردین؟ چی شده؟ کی است؟ آزاد. جواب بده بچه منتظر چی هستی؟ بله آزاد. کاکا پدرم از زخمی ساختن. فعلا به شفاخانه انتقالش میتن. انشالله که اشتباه نکرده باشی دوران. تاکسی خو آمد. تاکسی هم خالی است. شاید کسی دیگه خواسته باشه. دوران
دوران او بر اثر سیوگی است. حالا تعقیبش کو. آرام باش ملکه، او هیچ جای رفتن نمیتونه. زن احمق میخواست ما را فریب بده. بچیم، جمالم. چی شده؟ پدرم چیز شده؟ پدرم با چاقو زدن. چی؟ چطوری کار کردن؟ خدایا بچی من نجات بده، سرش رحم کو خدایا. خدایا ای قسم روزهای بعد از سر ما کم بساز. قدیم آزاد دیگه چی گفت؟ جمال چطور است؟ دیگه چیزی نگفت، فقط گفت طرف شفاخانه بردنش. حالا قدیم، حالا مرا زود ببر، عجله کو. عجله کو دوران، زود باش. آرام باش ملکه، نزدیک هستیم. خدایا بیادر، پس چه سر را؟ اسواری پایین میشه بیادر، نمیبینی؟ زود باش، ما عجله دارم، زود باش. ما عجله دارم، نمیبینی؟ زود شو. زود باش دوران، اونا رفتن. چطور پیداشون کنی؟ پیداشون میکنیم، هیچ تشویش نکن. پیداشون کردیم. لطفاً کمی سری برو آقا. موتره که در عقب ماست، شما او را میشناسن خانم؟ نه نمیشناسم. کمی سری برین، عجله دارم. استاد شوفران نکن. استاد باش. دیگه فرار کردن نمیتونی. بگو دخترم کجاست؟ گفتم بگو کجاست؟ بگو. تو را میگم آدم ما را گپ بزن، اگر نه پیش پلیس میبرمت. جمال، تو با کی دشمنی داشتی؟ بس هست مادر، گریه نکنین. ما او را بعد از چندین سال پیدا کردم، دیگه جدایش تحمل ندارم. بس هست، خوب میشن، تشویش نکنین. شما راحت باش. مادر. دختره. بیادر، پدرم چطور است؟ خوب است؟ جمالم کجاست؟ بچیم کجاست؟ بگوین. در داخل است مادر کلان. دکتر ها اصلا تشویش نکنین. بیاین مادر کلان بشینین. خب دکترها چی میگن، زنده میمونه یا نه؟ تو میخوایی چی بگویی قدیم؟ وضعیتش وخیم است، زخمش هم عمیق است. میگن که زیاد خون ضایع کرده کار. آی مجبور بودم، تازه به کار شروع کرده بودم. ما شما بسیار کم بود. اگر راستش بگویم پدرتان چون سارنوال بود ترسیدم. پیشنهاد پدرتان قبول کردم.
پدرم چی پیشنهاد کرده بود؟ چی گفته بود؟ همین که به شما بگویم طفلتان دیگه زنده نیست. در مقابلشو برام پول زیادی میداد. ماما کارا کردم براتون گفتم. با جز از پدر و مادرتان کلگی فکر میکرد که طفل شما مرده. دست نادا مرد حساب شده. باز بعدن چی شد؟ طفل ما چی کردین؟ پدرتان آمد و او را از پیش ما گرفت. فکر کنم به کسی فرزندی دادش. به کی؟ دختر ما به کی داد؟ نمیفهمم. بعد از اینکه از ما گرفتش ایگه کجا بردش خبر ندارم. تو میترسی؟ میترسی؟ از همین خاطر چیز نمیگی نه؟ بگو! دخترم کجاست بگو! با کی دادنش بگو! گفتم بگو! ملکا آرام باش لطفا. این میفهمه اما چیز نمیگه. آرام باش لطفا. من دخترم چه قسم پیدا کنم؟ حتی یک عکسشم پیشم نیست. نمیفهمم چه قسم شده. حتی یک بار تا خوشم نگرفتیمش. عکسشم ما گرفته بودم. شاید در خانه ما باشه. برتان میارم. حالا دیگه بریم. نباید ناامید شویم. خدا مهربان است. گریه نکو زمرد. جمال قسم روزاره بسیار دیده. ایران بخیر میگذرانه انشالله. انشالله. بمیره که نجات پیدا کنیم. دیگه صبر کردن نمیتونم به خدا. اگه زنده بانم و چی خود کردیم از بین میریم گفته باشم. راحت باش قدیم خان. حال دیگه و از اینجا هیچ وقتی زنده نمیبرایم. یا خدایا ما چی میکنم؟ مرا ببخش. میفهمی زن به خاطر این کار مادرم از دست خواد دادیم. کوشش کو که خدا نگاه کنی قدیم. به خاطر که اگه جمال زنده بمانه تو میموری. این عکس 18 روزگیش گرفته بودم. دخترم جانم زهرا بیبی چقدر شیرین است بیبی. بله استاد بسیار شیرین است. طفلک بسیار آرام بود. ما را هیچ اذیت نکرد. بسیار صحتمند بود. بعد از 2 ماه 2 کیلو وزن گرفت. چطور تانستن در حقت ظلم کنن؟ چطور تانستن تو از ما جدا بسازن؟ مادرتان زیاد جگرخون بود که دخترتان از شما جدا نشد. پدرتان بسیار ناراحت بود. حتی به خاطر نگهداری دختر شما بر من بخششی دادن، یعنی پول زیادی دادن. استاد ملکه لطفاً دیگه گریه نکنین. دیدین چقدر متوجه طفل شما بودن. من خواست شما را پورا کردم. هر چیزی که میفهمیدم براتون گفتم. از من خوب پیش پلیس شکایت نمیکنم نه؟ شما به از راحت نمی باشین خانم محترم. همین عذاب وجدان به شما کافی است. همین براتون کفایت میکنم. کاخم چطور است؟ او خوب است؟ منتظر هستیم دخترم. هنوز خبر نیست. شفای عاجل برشان میخوایم بخیر خوب شوند.
مادر بیاین کارتان دارم. مادر اگه فرمان از حامله نبودنم خبر شوه باز وقت من چی کنم؟ هر کاری که میکنی بکن. من هیچ وقت ندارم که با تو مصروف شوم برفین. ایره باید پیش ازی که به شوهرت دروغ میگفتی دربارش فکر میکردی. حالا دیگه تو خودت میفهمی و این دروغ بزرگت. دکتر صاحب شوهرم چطور است؟ عملیات به خیر گذشت اما هنوزم به خطر مواجه است. بازم ما کوشش خودم میکنیم. او را دیدم میتونم؟ فعلا امکان ندارم. تحت مراقبت جدی است. به خیر خوب شود. تشکر. مادر جان بیاین. اینجا بشینین. دخترم من را چطور پیدا کنم؟ از کی بپرسم؟ پیش کی هستی؟ خدا میفهمد کجاست. استاد ملکه یک بار پرورشگاه را ببینیم. شاید به اونا تسلیم کرده باشن. گفت که به کسی فرزندی دادن. من فکر میکنم پدرم این کار غیر قانونی انجام داده، به خاطر که هیچ سندی هم وجود نداره. پدرت به این پرستاران پول زیاده داده بود، همتون نیست؟ یعنی به خانواده که طفلت داده به او هم پول داده باشه. تا این مسئله را به کسی نگوین. به نظر من همتون است. بیا که خانه بریم. بهتر است یک بار حسابشان بررسی کنیم. درست است. جمال کرمان است نه؟ بله خودش است. این پولدار بودنم به خدا درد سر است. وقتی که پیدا شده بود جشن گرفته بوده. علیم در زندان زخمی شده. این خان بودنم چی به درد میخوره؟ او خدای من. تو با من پاکش میکنم. صبر کن نرو. همینجا باش. به آزاد بگو که قدیم کوشش کرد که من از پایین ببره. نفرم او استخدام کرده بود. با سازمان کار میکرد. او پشت من نفر انداخته. بسیار زود خوب میشه جمال. بسیار روزای بعد گذاشتنده. این روزا بخیر میگذره. بخیر دوباره یک جای میشیم. آزاد چی شده؟ آزاد مادر صبر کن. پدر تا چیزی شده؟ بیاین مادر جان اینجا بشینن. هدیه چی شده باشه؟ دکتر صاحب جمال چطور است؟ خوب میشه نه؟ متاسف هستم. زندگی سرتان باشه. جمال جمال نه بچیم جمالم. بارن که من پیش جمالم برم. بانن جمال جمال هست مادر. آرام باشه. قدیم جمال 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 نخیر جمال کار مادر همه چیز فراموش خواهد شد. مادر جمال بارن که من پیش جمال برم.
من از این خبر نداشتم. بله مادر. چی میگین؟ درست است فهمیدم. درست است مادر، درست است. جمال پدر. آزاد برام گفته بود که پدرش مریض است. فکر نمیکردم که به این اندازه وضعیتش خراب باشه. این کار یک نفر است. کار فراد است. همو کشتش نه. همو تو که سونا از بین برد، جمال پدرم از بین برد. آرام باش زهرا. میفهمم تحملش مشکل است. هیچ خلاص نمیشه. هیچی نفرت و کینه خلاصی نداره. کشتن انسان ها به این سادگی چطور ممکن است استاد؟ زهرا جان، ما باید در زندگی قوی باشیم. تا کسی نتانه بالای ما ظلم کنه، ما باید در برابرش ایستادگی کنیم. فهمیدی زهرا جان؟ دوران، تو همراه زهرا به هارمونلی برو. آزاده تنها نمانین، باید همراه او باشین. نه مراسم جنازه فردا است. امشب همراه تو می باشه. من متوجه خود بودم میتونم. شما برین. چیزی که قسمت و تقدیرش بودن نوجین مادر. خدا به بازماندگانش صبر و استقامت نصیب کنه. زنده باشی. بگیریم مادر جان. کسی که ما را از جمال جدا ساخته خدا جزایش بده. قسمتش نبود. جمال قصدن از بین بردن. بدو نکو دخترم. خداوند خوش نمیشه. خداوند او را دوست داشته که پیش خود خواستش. آی این روزای بعد ما چی وقت خلاص خواهد شد؟ وای جمال، بدون تو زن اولاده چی خواهد کرد؟ مادرت داغدار ساختی رفتی جمال. به شرف از پدرم چی میخواست؟ چرا این کار انجام داد؟ حتما آتش قلبش خاموش نشده بود. کاکا مشکل او به شرف همراه ما بود. از پدرم چی میخواست؟ شاید وقت رو برو شدن خود اداره کردن نتونستن. فقط هم یه احتمال است. اگر رسم و رواج بگوییم این کار فرهاد خود. رسم و رواج هم گفتن همیشه ایر عمدی ما میفهمیم. اونا از پدرم چی میخواستن؟ پدرم در شوخ خانه بود. وقت جمال با زندان رفت بسیار عصبانی شده. مدیر برام گفت همراه دیگران دعوا کردن. ما به این گپ باور ندارم. حتما به این کار کسی دست داره.